سلام دوستان عزیز، امیدوار هستم همه تان جور و صحتمند و سر حال باشید. علی تابش هستم و شما را به تابش میدیا خوش آمدید میگم. این بار خواستیم در مورد طبیعت و زیبایی های فرانسه با شما صحبت کنم. قبل از سال نو 2006 میلادی هست و ما هم در پارک پایین گویان فرانسه قرار داریم. قسمی که این وسایل را میبینین دولت و سازمان ها به خاطر مردم در پارک ها و اماکن تفریحی این موضوعات را جابجا کرده تا مردم وقتی که به تفریح می آیند قبل از آغاز سال نو در این ساحات گردش کنه، عکس های یادگاری بگیره و همچنان یک خاطرات خوب و باید ماندنی را به خاطر سالهای بعدی به خود رقم بزنه. همین لحظه شما ما را در پارک کاین میبینین و ساعت هم نزدیک به 9 است. تعداد زیادی از مردم در روزهای قبل از سال نو میلادی در این شهر جمع میشن و این پارک را که شما میبینین این پارک به اسم پارک کاین یا پلمیس گفته میشه. در این پارک شبهای سال نو مراسم قرار است برگزار شود و تعداد زیادی از مردم حتی از کشور زیبای فرانسه، از مرکز فرانسه هم در اینجا تشریف میارن و در این برنامه ها اشتراک میکنن. بنابراین این آمادگی های سال نو است که باید مردم از این خوبی ها و از این طبیعت و از این اماکنی که دولت بر ذات از این ساخته استفاده کنه و به یاد و خاطرات خود ثبت کنه این روزها را تا در آینده به او خاطرات فرو بره و بتونه از این خاطرات خود در آینده استفاده کنه. و قسمی که شما میبینین پارک پلمیس گویان فرانسه یکی از بزرگترین پارک هاست که در گویان فرانسه موقعیت داره. از این که تا آخر ویدیو با ما بودین جهان سپاس. لطفا چینل ما را سابسکرایب کنید. نظریات و پیشنهادات خود را در قسمت بهبود برنامه با ما شریک بسازید و ما هم میخواهیم بهترین ویدیوها را در آینده های نزدیک به شما تقدیم کنیم.